سلام خوشگلای من، امروز اومدم میکاپ روزانه خودم رو بهتون آموزش بدم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اول از همه صورتم رو با یه شوینده مخصوص پوست خودم که پوست چربه شستم و بعد از اون از تونر استفاده میکنم تا کل کثیفی‌های روی پوستم از بین بره. بعدش هم یه آبرسان کلینیک باشم از یه کانسیلر استفاده میکنم واسه هم زیر چشمم هم پشت پلکم که حالا بخوام از سایه استفاده کنم. البته باید بذارید چند ثانیه بمونه، بعد قشنگ اینو بلندش کنید. واسه روزایی که میخوام میکاپ داشته باشم از ایزدین رنگی استفاده میکنم، ولی بقیه روزا معمولا از ضد آفتاب ایزدین غیر رنگی استفاده میکنم. شکلم محبوب دلها. با این براش اینو قشنگ بلندش میکنم. با پنکیک یا پودر فیکس پوستم رو کامل خشک میکنم و فیکسش میکنم. روی قسمت رژگونه نمیزنم. چرا؟ چون که باید با رژگونه خشک اونو فیکس کنم. با یه رژگونه رنگی صورتی رژگونه رو خشک میکنم همینجوری فیکس بمونه. پلت سایه مورد علاقه خدا بیوتی، رنگ صورتیش یه مقدار کمتر میدارم. پشت پلکمو صورتی میکنم و در آخر با یه رژ گلدن رز صورتی لبامو صورتی میکنم. اینم از میکاپ تابستونیمو. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بود.